کودک آماده آمدن به دنیا بود و از خداوند پرسید: خدای من، خبردار شدم که تو مرا فردا به دنیا می آوری، اما من چی طور در آنجا زندگی کرده می توانم در حالی که کودک بیش نیستم و خیلی ضعیف هستم؟ خداوند جواب داد: از میان فرشته ها من یکی را برای تو انتخاب کردم که حالا منتظر تو است و تو را نگهبانی خواهد کرد. اما کودک گفت: من در بهشت تنها سرود میخوانم و میخندم و با این خوشبخت بودم. خداوند گفت: فرشته‌ام برایت هر روز سرود میخواند و تو را خوشبخت خواهد کرد. کودک گفت: خدای بزرگ، من که زبانش را نمیدانم چطور بفهمم؟ خداوند گفت: این کار هیچ دشواری ندارد. فرشته تو با سخنهای شیرین و گوارا که باری هم نشنیده ای با تو صحبت خواهد کرد و با صبوری و غمخواری تو را زبان خواهد آموخت. کودک به خداوند رو آورد و گفت: اگر در من خواهشی با تو صحبت کردن پیدا شود چی؟ خداوند به کودک گفت: فرشته‌ات به تو نماز خواندن و دعا کردن رو می آموزد. کودک گفت: شنیدم در زمین آدمان زندگی می کنند که دست به کارهای زشت می زنند. اگر چنین است، پس مرا از آنها کی حمایت می کند؟ خداوند مهربانانه گفت: تو را فرشته‌ات حمایت می کند، حتی بر عوض جان. کودک گفت: اما من همیشه غمگین خواهم بود، چون که تو را نمی توانم ببینم. خداوند گفت: فرشته تو درباره من برایت نقل خواهد کرد و راهی به من نزدیک شدن را برایت نشان خواهد داد، اما مطمئن باش که من همیشه با تو خواهم بود. وقتی به دنیا آمدنی کودک فرا رسید، او سر و سیموار پرسید: پروردگارا، وقتی رفتنم شد، خواهش دارم به من بگو که نام آن فرشته چیست؟ خداوند گفت: دانستن نام او به تو مهم نیست، زیرا تو می توانی همیشه او را مادر گویان صدا کنی.